من تنها یک داماد دارم. مرا تنها داماد خودم نجات میدهد. او داماد جانم. خشتامن بوسه کنم. شما نغزمی درست می؟ شوکت؟ جنگاور شوکت بوده؟ شوکتم ها همینش نمی رسید. جنگاور اکه شوکت بوده است. کنی بینم؟ ای اکه شوکت این کار با تو میزباد. ای بستایب هر دوی شما کی؟ قادر گوش کن. هر دوی اینها یک جای شده فکر کردند که ما را فریب میدهند. استغفرالله، در شب روشن تهمت میکنند. این درست است هجری؟ نه مایدچم، حاضر میفهمونم. چی رو میفهمونی؟ کنی نقل کن. چی رو میفهمونی؟ کوکو خب کنین بینیم همه آدم چی میگفته باشه. تمام. او هیری به خدا گپ ندارم. همه کسی خاموش باشه ایره یا آدم میفهمونه. سیم آدم ما خودش میجای. سمی چرا مرا فریاد دارد آخر؟ یا خدای توبه. لبای شم بخیر به همه. اپای چمن جان بابای قدیر شنیچه چخیل. این جنگاور شوکت بود است مگر؟ چی شد بازه؟ من نفهمیدم موندم. باز جاروبه. جاروب؟ بچه ها را بود دسترشون با جاروب نزن که بیعقل نشوند. نه با کجا زد؟ همینجا؟ یعنی این طرفه بتخلی میخپم. ام خی سوخته کدیسته. یا خدایا توبه. چی میخندی؟ همه خنداوره بیعقلی تو؟ نجای من میبودی که چمن یادو جارو بود میزد. انا با میدم حالتا. مایلش اینو برای هجری دیلم سوخت. با خدا. یعنی سنم نامزدی رو برهم داد. برادر چخیل آدمی خوب هستی. از دلسوزی بسیار مثل شام سوخته رفته استی. چخیلی دلسوزی ایقه میخندی. چیکار کنم؟ خنداور است. خنداور میگوده؟ خنداور خودت. یک افتی خونو که آینه به نگاه کن. افتی خونو که درگوه. یک بار خطبین با مرا بخند. چی شد از به حال من؟ تو چیکار کردی استی؟ ای چی حاله؟ میگه که باید زینب رو نجات میدادم، رفته عالم رو نجات دادم. این حالت رو زینب دیده رشک برده است. زینب با این رشک برده باز زبید با زینب رشک برده است. رنگی کینوی ایندیس که کدیسین که چی در داری تو؟ چی خیل چی در دارم برادر؟ همش رو نقل کردم کو. مرا گوش کن. تو هم زینب دوست میداری چی؟ بس کن. چرا دوست میداشتم؟ من تنها زهرایم رو دوست میدارم. بیا سفسطه نگوه که دوستش میداری ها؟ شوکت بس کن آخیر. در اصل تو گناهگار نیستی برادرم. دختر زیبا است آخیر. شوکت من زهرا را دوست میدارم. تو نمیفهمی؟ دختر چی خیل کرده باشد که موفق شده است؟ با چی موفق شده است؟ از قلب تو نام زهرا را تازه کرده به جایش نام خودش را نوشته است. نه چخیل نه؟ چخیل نه؟ بدبخت که ادبی گاز زدم خیال تا که من ترا نفهمیده استم. زهرا میگی میری او شگاب میپرتوی. چی میگویی شوکت بیعقل؟ چی میگویی؟ کشک برادر میگن دشمن شکروار میگه دوست تبروار. دروغ گفتم؟ من دروغ گویم؟ دروغ است. در دل من غیر از زهرا دیگر برای کسی جای نیست. این را فراموش نکن. ابراهیم شاه خیلی برای چی نمیکوی زهرا را؟ میدونی که زنده چی من نمیکوی؟ چی خیلی جستجو نمیکنم؟ مگر به خاطر زهرا من با این لباس داملاگی صبح و شام نمیگردم؟ خیر چی شد؟ این لباسو فایده کرد مگر؟ چی شد؟ یگان نتیجه داد؟ دختر رو پیدا کردی؟ پیدا کرده توانستی.
این فکری کی بود آخر؟ فکری تو بود، به یادت بیارم. روسیا این لباسا را که بباری من که اون لباسایی که امچی دزدیم که او با برکه بود همه را میپوشیدی زهرا خودش میافتد. شوکت، زهرا مرا چخل میابد، چهرم عوض شده است، او حتی نمیداند که من زنده ام. آخر من هم همین را گفته ایستادم ابله. او چخل تو را میافته است، تو باید او را یابی. تو چخل کلاس هستی؟ کلاسی که من میشناختم رفته اون دختر را میافت. شوکت، برای زهرا را یافتن اول باید دختر نقابدار را یابم، چون که زهرا دختر نقابدار است. برادرم این خیل باشد رفته دختر نقابدار را یاب. شوکت، مثل بی عقل ها گپ نزن. پس از مردن اژدها دختر نقابدار ناپدید شد. شاید که به خارجه رفته است. شاید نرفته است، در همین جا باشد. تو از کجا میدانی؟ برای آنه که دختر نقابدار را پیدا نمایم باید کاری کنم. ولی چی؟ زینب بدز برادر. زینب اگر دختر نقابدار باشد زهرا دختر امکشه که البته برای نجات دادنش میآید. شوکت، سفسطه نگو. آن ابله ها زینب را دزدیدند. دختر نقابدار آمده زینب را نجات نداد کو؟ راست میگویی. یعنی که زهرا زینب را دوست نمیدارد. یک ثانیه. وقتی که کمال سیاه ملیس را دزدیده بود، ملیس را دختر نقابدار نجات داد. درست میگویی برادرم، لیکن زهرایی که من میشناختم کو ملیس گنده شو میدید. از این معلوم شد که او برایش عزیز است. بخدا نمیدونم. خیر که چیکار میکنی برادر عزیز؟ دختر نقابدار، یعنی برای زهرایم را پیدا کردن ملیس را میدزدیم برادر. ابو. بله. ملیس رو؟ بله. ملیس اکنون با مشتی راست مرا بزن. زینب، ملیس نگوی که کمال سیاه شنود میفهمد که ملیس هستم. آخر حافظه او در جایش نیست کو؟ راست آخر. دستم. ای خوب هستی جناب؟ آخر زینب دستم رو شکستی. ای نوز نکن ملیس آخر. کنی بگیر نوبتی تو است. تو برای اول بسیار خوب تیزیات گرفتی. البته زیبایم، ما چی هنرهایی داریم اگر دانی. یا ملیس کنی بیایی دوما میدیم. زینب، این جنگ رو با من خوب بیاموز که کمال سیاه رو به زمین یکسان کنم. آخر او مرا به یاد نمی آرد. این یک سو ایستد و من با او محقول نیستم. یک فکر کن، با او محقول نیستم. برای همین او رو باید بسیار سخت بزنم. تمام، این خیل باشد بسیار سخت مشق میکنیم. بله. یک لحظه تلفنم زنگ میزند. یک دقیقه جانم. لابال. الو، شام بخیر ملیس. شام بخیر کمیسر مراد. بخیر است؟ چیزی شده است؟ بس صدایت چی شده است ملیس؟ شام بخیر کمیسر مراد. چیزی شده است؟ نه چیزی مهمی نیست. من به تو در مسئله دختر نقابدار زنگ زدم. دختر نقابدار؟ بله، وقتی کمال سیاه تو را دزدیده بود دختر نقابدار نجات داد کو؟ بله. وای، گفتم که پرسم به نزدیکی دختر نقابدار را ندیده بودی؟ نه، او را ندیدم. فهمو. خب مایلش ملیس جان، تو رو ناراحت کردم، میبخشی. شام بخیر. شام بخیر. یا خدایا، کمیسر مراد چرا از من دختری نقابدار را پرسید؟ کمیسری بیشرم، حالا هم از پسی من است. حاضر کمیسر رو به خود عاشق کردنم خطرناک است، ولی آن عالمی شیطانچه را از بری او دور کردنم از همه مهمتر است. خیر، چیزی شود بیا مشکمان رو ادامه میدیم. کنی؟ کنی به شکم بزن؟ شتا حاضر میزنم. شیمم درید آخر. چی؟ کنی ایست بینم؟ آخر زینب نخند، سوزن و رشته بیار. این حالا هم خانیده ایستاده است.
یا خدایا توبه. از میلیس پرسیدم هیچ چیز را نمیداند. اکو چیکار میکنیم برادر؟ چیکار میکنیم؟ پگاه اولین کاری که میکنیم میلیس رو میدزدیم. برادر من یک سوالی بسیار مهم دارم. ما میلیس رو در وقتی عدنان جسور بودنش میدزدیم یا در وقتی میلیس بودنش؟ شوکت چی فرق دارد آخر؟ هر دوش یک آدم. تو هم آدم عجیب هستی. یا خدایا توبه. آه زهرا، وقتی که میلیس را میدزدم تو هم پیدا شو. حالم را بین. برای مرا شناختنت با لباس دامولاگی سیر و گشت دارم. قربانت شوم. آشکار کن خودت را آخر. چقدر کی گپ زدی سای؟ توبه استغفر الله. چکره چکیدنگیره امروز روز شادی امونه نامزدی حضوری بر هم خورد بسیار شاد هستیم. هیچ کس نشنویده نمانم. نامزدی میمون سنم و حضوری بر هم خورد است. حضوری ایمن است. چرا نامزدی حضوری و سنم ویران شده باشد؟ از پشت جنگاور ویران شده بوده است. جنگاور؟ آه جنگاور، آه جنگاور، آه تو چه خیل آدم هستی ها؟ مگر مرد بین دو دوست داشته میده راید؟ تو نامرد هستی مگر اه؟ به هجری بسیار عیب شده. بیچاره این بچه بسیار غمگین شده است. بله اکا، بله. اه جنگاور، تو یک به دست من افتی بابت میکنم. رفیقان، هر مشتی که به هجری زدن گویا به ما زدن. بله. کنی رفته اونجا سور را بیارید. شد دامل مراد. کمیسر مراد، کمیسرم بفرمایید او کجا؟ امر کنید کمیسرم. در اینجا یک سوال جوره. کمال سیاه در اینجا نباشه با قپا. سوال خوب. بچه ها چرا شما از کمال سیاه میترسید؟ تنها میلیس را دزدیده به اینجا میارید. باید دختر نقابدار رو یابم. کنی روید. رفتیم سمی. من اینجا باشم نترس. شوکت، ما چرا میلیس رو میدوزدیم؟ کاری چی اوکا؟ هر جا ببینی پچقتن نخلان؟ با پیش. چی نگاه میکنی ها؟ باستگی شتا نکنم. گم شو. نرموده چه؟ باز این ابله مرا نرموده میگوید. کنیست؟ شما کی هستید؟ چرا پیشی رو هم رو گرفتید؟ این پهد بزرگی کردسته. ببین اکا چی میگوید. بیا بیا آنجا بیا. ایستا ایستا کدام ایستا ساری پامان نگو رزید. اینجا بیایید. اینجا بیایید جزایتون رو میدهم. ایسته. ناعهده براها. یگان کار از دستتان نمی آید. یک میلیس را دزدیده نتوانستید داخل. کمیسرم بخشش همین سر در خدمتوی مسلم کمتر پر خورده. برایم دویده نتوانستیم. کمیسرم این دفعه نقبیدیم، دفعه دیگه میقپیمش. خیلی چی قضیقی؟ سمی بیا بریم بقپیمش که نسلنش پری. او را دستگیر کرده میاریم. روید تیز گم شوید. یک بار دیگر رو برویم براین جزایشان را میدهم. کانیستا. السلام علیکم اوکا. شما نغزمه؟ باز شما هستید؟ باز ما.
این دفعه کمال سیات هم دیگه ترای دست خلاص کردن نمیتونه. من چرا از اینها میگریختم آخر؟ مشق‌هایی که از زینب آموخته بودم اینجا استفاده میبرم. خودتون خواستید آخر. لبت کو؟ آی کالین کرکلین کرکلین کمایا کرکلین اینجا نیفه؟ لطبسم در دروازتون آچا من رایی کنم خانتون. اگر تو من رزنی من خفه بلمن شما مرا مسخره کرده ایستادید ها؟ چه؟ هوا یفتی او دارو خوددار بینیم شکار بینیم چی شد برزگوه ها؟ بازدوری میکنید ها؟ چی شده؟ کاش این حرکت رو نمیکردم باز دارید. همش از پشت شما شد افلاس ها. شما روزتان رو میبینید. کن یک بار دیگر روبرویم برایت. انا با شما. کنی خزید شوکت بخیز در جایگاه خودمون بخوابیم. خزید از جایتان. بسم الله. آی سرمی از این حال مردنتان بهتر است. نخواد مریض شما را زند. به خدا همینجا همه ما را میزنه. خیلی اشتباه بودیش که پشت ما مساج نکرده بود. نه این خیلی نمیشود. یکم چیزی دیگر باید فکر کنم. دیدی ما باز شطه خوردیم. بگیریم تشکری زیاد. فاتیه گشت. بگی یگان تای دیگر بگی خواهران بگی. تشکر. روز بخیر میلش نظمون بنوشا گیره بگی بخوا بسیار بمزه. مادر اکم برای نامزدیش بر هم خود است چقدر زیغ شده است میدونی خود است. تو چه خیلی خوشحال میشوی. همش میگذره دخترم تو چه خیلی دانشگاه میخونی؟ فقط گپای سبسته میگوی کو؟ نخی خیل؟ مرحمت بگیرین. فاتیه ما برهم خورد. مرحمت. تشکر زیاد. آشه چوا. санам мумкин аст гап занем? санам лутфан охир ҷонам санам лутфан якерави атромон гап занем. ин масъалаҳоро метавонем бо суҳбат ҳал кунем. охир акнун дигар ҳеҷ чизе намондааст ки бо ту суҳбат кунем иҷрӣ? чӣ хел намондааст? намондааст охир. чӣ яъне ҳама чиз тамом шуд магар? бале тамом шуд. дигар номзад нестем мо. чӣ хел тамом шудааст духтар? то ман тамом нагӯям ҳеҷ чиз тамом намешавад. фаҳмидӣ? ҳиҷрӣ? фаҳмидӣ гуфтам. тамом ҳиҷрӣ шуд. ором шав. биги даста ором намешавам. ҳиҷрӣ ту хел набудӣ. ту маро ҳамеша дастгирӣ мекардӣ. дастгирӣ кардам чӣ шуд? ту маро ҳамеша дастгирӣ мекардӣ. дастгирӣ кардам ба болои сарам баромадӣ. ҳиҷрӣ? чӣ? ҳиҷрӣ ту одами орому боақл будӣ ку. охир чӣ шуд ба ту? тоқатамро тоқ кардед. худат аз як тараф, модарат аз дигар тараф, падарат аз дигар тараф. барои падарат он қадар тухмбирёни бо ҳастӣ пухтам ки вақте мехӯрд ҳамаш хуб буд. ҳозир бошад ҷанговар. домадам. тамом иҷрӣ тамом. ту ором шав.
چلیکتا دراز کن. هجری چرا داد میزنی آخر؟ دست دراز کن. تمام دراز میکنم. انا با اینش دراز کردم. سلام دستتو نلرزان بیزار کردی. راست ایستو. یه انگشترینه چلیکت نبروری فهمیدی؟ عصبی هم نکن، دیوانه هم نکن. حیران میشوم. بگاه آمده تو رو به خوراخوری میبرم رو فهمیدی؟ لباس های ساز پوشگری خیلی بوزپوچیت را نبینم. یا خدایا یا رسول الله، چه خیلی نامزد نیستیم سنم، مگر از پشتی همان کار نامزدی بر هم میخورد. کنی یک روی نکن، دستت رو دراز کن آشتی کنیم. زوران نکن هجری، این انگشترین رو به انگشتم نمی اندازم. اما چه خیل اما؟ چه خیل؟ من به تو چند بار گفتم که من رو جنگاور نه، تو باید نجادی، ولی تو چی کار کردی؟ من گوش کردی؟ نکردی. از جنگاور دلگیر شدم منی. جنگاور و جنگاور، جنگاور جنگاور، جنگاور و جنگاور، جنگاور جنگاور. سنمم، زیبوچه‌ام، مایدچه‌ام. کنی دستت رو دراز کن. دراز نمیکنم. دراز کن مایدچه‌ام. اوف، نگفتم که آخر. ایگم شب چی گپ هست؟ ناز و نوز را ببین. ای سیره می دیو نگذروندی. چی؟ تو با من چی گفتی؟ چی گفتی؟ چی گفتم؟ تو با من گفتی که از سیره می دیوانه دیده دیوانه تر هستی؟ همین خیل گفتم. نه نگفتم. سنم کجا رو نگاه داری؟ سنم شوخی کردن میخواهی؟ شوخی میکنی همین خیل نه؟ فقط به سرم نزن که درد میکند. سنم کنی اینجا بیا. تو چه خیلی جوان مرد هستی، من رو به جنگاور میدهی؟ سنم درد میکند. اینجا بیا. سنم التماس. در کجای نباشم از پیشمان جاروب میبراید. استاد یاردم کن التماس. هجری با اینجا بیا. هجری در کجا هستی؟ با اون طرف رفت. هجری وای رو ببینه گویا دشمنش رو سر دارد. هجری اینجا بیا گفتم. ای استاد اگر دانی با سرم چی بلاهایی ناومد. میدونم هجری، میدونم نامزدیتون برهم خورد، بسیار زیق شدم. استاد دختر نامزدی رو برهم دیت جایز باشد. هجری این را سوال کرده ایستادای حاضر؟ نه جوابش رو میدونم، لیکن برای چی باز پرسیدم؟ البته که جایز نیست. یعنی همش از پشت جنگاور. از پشت جنگاور؟ برادر آخر جنگاور خودت هستی؟ راستی که پس خودم غضب دارم استاد. آه هجری، تو خاندار شده نمیتوانی. من باشم زهرایم را نمیابم. چی میشود این احوال ما آخر؟ خوشبختی نصیب ما نبود است آشنا. هم خیلی نه هجری؟ استاد یک سوال پرسم ممکن است؟ چی؟ استاد در مسجد سلفی کردن جایز باشد؟ چخیل؟ استاد صبح بعد از نماز بامداد جماعت همه جمع شده سلفی کردند، از آنجا باید اومد. هجری دوست داشته‌ات نامزدی را برهم داده است، تو حالا هم سوال میپرسی؟ جایز باشد استاد؟ معلوم که راهی خلاصی نیست. تو گفتی که امروز جماعت بعد از نماز سلفی گرفتند هجری؟ بله استاد. جماعت کاری بیاید جمع شود، یک عکس خاطره بگیریم. هجری تو هم بیا. اکا جوهر چیکار میکنی؟ سلفی گرفته ایستادت، بیا تو هم. هجری تو هم بیا گفتم زودتر. کنی همه نگاه کنید. کنی ببینیم. کنی باز یک بار دیگر بگیریم. بسیار بهترین. میدانی چرا این عکس رو گرفتم؟ با برادران مومنی که با نماز بامداد نامدن میفرستم
تا اینکه ببینند. فرستادم ببینن چقدر ثواب را از دست دادن. خب ببینم شد. خدا قبول کند. خیر خدا قبول. خدا قبول. گوش کن هجری. در این مسئله عالم‌های مشهور اسلام با هم اختلاف کردند. بعضیشان میگویند که در مسجد سلفی گرفتن جایز نیست، چون که در دین ما باید عبادت مخفیانه کرده شود. افضلتر است که به اطراف نشان نداده انجام دهی. ولی بعضی از عالم‌ها گفتند که در مسجد سلفی گرفتن برای هوسمندگردانی مومن‌ها خوب است. شما چی میگوید استاد؟ آخر هجری من باید زهرایم را یابم. باید او چون دختر نقابدار به میدان براید. استاد انشالله خدا شما رو به دوست داشته‌تان در کوتاه‌ترین مدت میرساند. آمین. خلاصه چی میشود؟ هجری خلاصه این که در مسجد سلفی گرفتن جایز نیست. جایز نیست. خدا از شما راضی باشد استاد. از همه‌مان هجری. کنی زهرا نقابت را کش. التماس پیدا شو، قربان چشمانت شوم. صنما از پشت جنگاور شده نامزدی رو برهم دادی. استاد من به خانه صنم همچون جنگاور میروم. با آنها میگویم که دامادی آنها نمیشوم و جنگاور رو به دامادی قبول کنید میگویم. نقشه خوب هجری، نقشه خوب. از جارب ها احتیاط شو. وضعیت را با من هم خبر ده. فهمیدی؟ تمام استاد. جارب گرفتن خبر میدهم. خبر ده میشکنی. میلش. خیر میلش بیرم. من هم رفته نقشه دزدیدن ملیس را از نو فکر کنم. طب عادی میگوید که حافظه او بر نمیگردد. انشاءالله طب الترناتیوی چاره ای را مییابد و نجات مییابیم. انشاءالله جناب عظمی. ما کمال بالا این او هست. حافظه او گم شده است. بفرمایید. پسرا ناخلف. پسرا یا خدایا انشالله حافظش برمیگردد. التماس آخر خواهش میکنم. جناب طبیب، حافظه ای پسرم کمال را برگرداندن میتوانید؟ این خیل او را خانه‌دار کردن نمیتوانم. در یگان جا هم کار کردن نمیتواند. پدر وایما نکن، وضعیتم اونقدر هم بد نیست. خاموش است بی تربیه. نمیبینی من با طبیب صحبت دارم؟ جناب طبیب، حافظه ای پسرم را برگرداندن نمیتوانید؟ شو دمک، شما پروا نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی وضعیت اینقدر غیر امکان است طبیب؟ این خیل می شود مگر امک؟ ما الترناتیوی تیپ را میسازیم، آخر ندارد. من حاضر یگان چیز دیگر آماده میکنم. تمام. من حاضر حافظه تو را خوب تازه میکنم، بعد میبینی. کارهایی که به دادرم کرده بودی بسیار سخت جزایش را میگیری. مرحمت گیره دمک.
رحمتی کلام طبیب. تشکری زیاد. بیمارمون صبح نصف روزی بگاه در شکم سیر یک قاشق میخورد. تأثیرش را در حال خواهید دید. در شکم سیر یک قاشق؟ رحمت طبیب. رفتیم کنی رفتیم به تربیه میرویم. تشکر فهمیدم یک قاشق. ана омадӣ ҷаноби домулло. ҳозир туро ба худам ошиқ карда аз он олам гуфтани шайтонча халос мешавам. зиндагиам рангоранг шавад. муродҷон, ту ба курсии хато нишастаӣ. ман барои ту ин мизро омода кардам. туро ба он ҷо даъват мекунам ҷонам. марҳамат. ҷонам? биё лутфан. майлаш. агар хоҳӣ бароят ягон чизи дигар ҳам меорам ҷонам. не лозим нест, аммо ҳамаи ин ба чӣ хотир аст нафаҳмидам. аммо муродҷон, яъне ту дишаб барои ҳаёти маро наҷот додан кӯшиш карда будӣ. ман барои ту як супона омода кардам. зиёд аст магар? ай чиркин шудааст. тоза кунам? хуб, вале ман дишаб ҳаёти оламро наҷот додам. ту маро ҷанг кардӣ Зайнаб? ай ин либоси домуллогӣ чӣ қадар ба ту зебидааст. мошаллоҳ, чашм нарасад. ба хайр аст? амалиёт ҳоло ҳам давом дорад? бале давом дорад. хайр, ҳеҷ гап нест ҷонам. бигзор амалиёт идома ёбад, чунки ту бо либоси домуллогӣ ҳам бисёр зебо ҳастӣ. гарчанде ту чизе ки мепӯшӣ мезебад. чӣ шудааст ба ин духтар? вай ташаккури зиёд, миннатдорам. муродҷон, ман барои ту баъд аз субҳона қаҳва омода мекунам. чӣ хел қаҳва мехоҳӣ? кам шакар ё шакараш миёна бошад? ин духтар ниҳоят ба ҷозибаи ман тоқат накард. маро гап дода истодааст. вай кам шакар бошад ҷонам. шуд ҷонам. ба ӯ нигоҳ кун. фикр кардааст ки ба ӯ ошиқ шудам. бо ту чӣ кор мекунам комиссари бешарм? мақсади ман он духтари шайтончаро боб кардан аст. ҷаноби мурод, либоси домуллогӣ боз ба шумо зебидааст ко? субҳ бахайр. амалиёт боз ҳам идома дорад? агар намеомадӣ намешуд ҳа? барои ҳаётамро наҷот доданатон барои шумо ҳадя гирифтам. ҳадя гирифтед? бале. خانم عالم لازم نبود زحمت کشیدید. این بسیار تحفه زیبا است. زیبایی شما را نشان می‌دهد. تشکر زیاد. سلامت باشید. این ساعتی دستی است؟ 1 دقیقه است. منتظر شم. مراد جان، در اصل ساعتی دستی اینجاست. یعنی مراد جان، جانم، دیشب آخر حیاتی مرا نجات دادن خواستی کو؟ مراد جان؟ مراد جان، تو اون قطی رو 1 سو گذار جانم. 1 سو گذار. انا این رو بگیر. دخترها لازم نبود آخر. یا خدا.
را بگیر مراد جان. نه جانم، این را بگیر. این را هم بگیر مراد جان. نه این را بگیر. این را هم بگیر. این را نگیر. در اینجا چی گپ پایا؟ نه این را بگیر. بگیر. اینها را بگیر. ما هم میگم چی با مرا طوفان میتنه؟ اینش رو هم. چی با مرا یکم کس دوست نمیدارم. من طوفان را دوست میدارم. من میسانم. اینها را بگیر. من طوفان را قبول کرده میتونم. اوه دلم میزنه. برای چی می دخترو فقط در طوفان میتنه؟ چی میدونم همکار، یکی خودم را در بین قوطی ها دیدم، هیچ چیز را نفهمیدم. گوش کن مراد، این جوابی سوالی من نبود. چرا آخر؟ برای چی؟ برای چی؟ برای چی؟ چرا مراد؟ چرا؟ کو گپ بزن؟ برای چی دخترو افتی خنی که ترا انتخاب میکنه ای مرانه ها؟ میدونی چرا؟ جاذبه نداری. دخترها مرا دیده طاقت نمیکنند همکار. یه برگوشه. عصبم ویران کردی. خدا داملا میگیری و زینب ده نزدیک نشو برادر. فهمیدی مرا؟ من چیکار کنم؟ او از پسی من دور نمیشود. در عصبم نرس. مراد آینده در نگری شری زن کلونه. ای شاینه زنش میترسه. ای زینب دور باش. اگه بفورد که زن کلونه شه بخیبره عالم ببیره بگی. آخر نمیدونم. عجبا از بین هر دویشون یکی را انتخاب کنم چی؟ لعنتی. کو بگم تو چه خیلی دختر معقوله ها؟ با تو چی همکار؟ بچه جواب تو ترا چه خیلی دختر معقوله ها؟ توبه استغفرالله. گوش کن اولم ببین، من فهمیدم بین تو و مراد چی گپ است. بسیار خوب به هم میزیبید. خدا خوشبخت کند. ولی مراد را خوب بشناسم. او آدمگری نداره. گنده آدمی پسته. بیماری روحیه. فقط به یاردم تو احتیاج داره عالم. میدونی چی؟ مراد گنده به مهر محبت تو احتیاج داره. باید یاردمش بکنی. خوب لیکن نمیدونم با او چه خیلی یاری کنم. گوش کن عالم ببین. مراد عروسای زمانه بسیار خوشش میآید. میفروش. اینا با نزدیکی سلسله فیلم هدایت هم تمام میشود. یک سریال زوری دیگر را ترجمه کردیم. نامی سریال نامان عروسی زمانویه. بعد خطرناک اما عروسی زمانوی کنی زوری بد میشود. آخر شما دوستی نزدیکش هستید، میدونید با جناب مراد چه خیلی آرایش و نبودی لباس معقول است. گوش کن عالم ببین مراد کرتای سرخ تاجیکی را بسیار دوست میداره. ناخونه دارن این ناخونه پیشک باشه بسیار بسیار معقول شد. چپاتی های منظری پیشی مسجد مهکلانه بسیار دوست میداره. فقط رنگ چپاتی های منظر به پس دلش به دست میاری با مزن. بعد قشوت اوسما بکش روتش شپکلیوفکا کن. مراد دخترایی که روشون شپکلیوفکا دارن بسیار دوست میداره. موی سر جنگیله را دوست میداره. برای همین موی سر تا جنجک بکنه که مراد ببینه کوکی سرش بکنه. بعد مراد دخترکا یوبکا پوش بسیار میفوره. میدونی چی؟ اوقات دوست داشتنش قروتوی برکت باشه، با برکت باشه، گوشت داشته باشه، همین قدر چیز باشه دلی مرد نمیای. کنی میبینیم چیکار میکنیم. جنابی سپای لبای تشکری زیاد. صد فویزه. شد خیر باز گپ میزنیم. شمسی بچه مجیده آدمی نمیشیدنیه. روزی دراز در ماشین بزرگ زنگ نمیزنه. اورامان همکار چی شد از بین دخترها من نفهمیدم. نمیدونم از این گپا خودت با خبرتری. بابایشان با همو میپرسی ها؟ یا خدایا توبه. نکی مراد سالد رنگی ساله منانه. پدر بیا باشی. دکتر عزیز خاموش باش. چی شد پدر؟ کمالا بلیسا بردن دکترها چی گفتن؟ حالش جور میشه؟ دکتر دارو آماده کرد. از آن صبح و شام یک قاشق میخورده است. نازیه یک قاشق بیار دخترم. یک لحظه پدر جان آمدم. کنی خور. چی شد؟
همه چیز را با خاطر آوردی همین خیلی پسرم؟ تو کی هستی عمک؟ چکار میکنی تو ها؟ چی میگویی؟ من پدری تو هستم پیشری ناخلف. راست بس رنگ نورمدی کجل رفتار نکن. تو خاموش باش بهتر بیره. خودت رو حرمت کن عمک، مگر من پدرم را نمیشناسم؟ کمال به عقل چه خیل گپ زده ای پدر تای. من تو رو چی خیلی که میشناسم؟ ای خب به عقل بد نشم، ما کد میشم دیوانه. تو کلتاکیلسی، کلتاکیلس هستی تو. کلتاکیلس؟ چه خیل کلتاکیلس آخیر؟ نه آخیر حافظه این تماما گم شد. تو کلاسی که پدرم را دیوانه کرده بودی همونی. کمال برادر کمی آرام شو. آخیر نشناختی من دوستت عدنانی جسورم. مادر؟ مادر؟ نه. آها سر این تماما کار نمی کند کو. این دارو با او فایده نکرده است. سری او را باید فرمت کنیم آخری خیلی نمی شود. پدر؟ پدر؟ آخر پدری تو من هستم بیا تربیه. امیدی ناخلف من هستم. پدر خطونه با دست بگیرست نکت بیزار کدی قطعه می حافظت. پدر دستت را بوسه کنم؟ انا سر شیده کن. توبه استغفر به نمیده که کمال در جاد بشی. توبه کن. جسور؟ چرا با سرم بسکوارود که زدی؟ کمال من میلیس هستم با یاد نآوردی. آخیر عدنان چی شد با تو؟ چرا با صدای زنونه گپ میزنی؟ حاضر حافظت برمیگرده. عدنان تو دیوانه شده ای؟ چرا بسکوارود که میزنی مرا؟ نه معلوم شد که حافظه او را برگردانده نمیشود ولی باز یگان چاره دیگر میجویم. باید رفته با آنها همچون جنگاور گویم که داماد شما شده نمیتوانم وگرنه سنم را نمیدهند. خدایا با من یاری بکن. ای جنگاور، ای دامادم، ای ایس ای بیا دامادم، جانم دامادم، ای جانم، ای تو رو یاد کردم. یک دقیقه من از کجا میدونم که تو جنگاوری حقیقی هستی؟ اگر ساخته باشی چی؟ باید این رو سنجم. رضوان کن اینجا بیایید. زودتر بیایید. رضوان این آدم رو زنید. چرا ایستاده اید؟ زنید توی رو. ایستید. چیکار میکنید؟ اینجا برای با شما جنگیدن آمدم. با خدا تو جنگاور هستی. ای دامادم جان پسری من، دامادی من. مادر جان باید صحبت کنیم. شد پسرم صحبت میکنیم ولی گوش کن این خیل میکنیم. بیا به خونه رویم. مادر جانت به تو چای تقدم میکند. بیا پسرم رویم. بیا مادر جان زحمت نکشید. نه جانم چه زحمت. بیا پسرم بیا. دامادم آمده چای نمیکنم مگر. بیا کنی پسرم چایت رو نوش. آخر خنک میشود دامادم. چخیل نوش زنک جان نمیبینیم اگر نقاب دارد. درست میگویی. چه خیل آدمی با عقل هستی به خدا. دامادم گیر نقابت رو کش. هیچ کس نیست. ما خودمون هستیم. به نقابت احتیاج نیست. کنی پسرم نقابت رو کش.
باز دامادم میشوید. رویت رو بینیم همین خیلی؟ نقابم رو برآورده نمیتوانم. برای چی پسرم؟ شرطنامه دارم. شرطنامه داری؟ بله جناب. یک وظیفه مخفی دارم. تا مهلت شرطنامه با پایان نرسد نقابم را کشیده نمیتوانم. شد این خیلی باشد. شد. ما همین خیلی قبول میکنیم. ولی گوش کن. تا روزی توی باید نقابت رو کشی. دامادی نقاب دار میشود مگر همه همسایه ها میخندن. خیر مادامی که دامادم میشوی و کارهای من یاری میکنی کم کم هم کنی؟ کارهای من گفتید؟ میخوام که برای من کار کنی. هر دیمون یک جای باشیم هیچ کس مقابل ما ایستاده نمیتونه. آخر دلگیر نکن خودیر دامادم رو. آخر من چی گفتم سنک جان؟ ایستالا دامادم گوش کن چی میگویم با تو. در نقشه های خودت یگون روز رو برای تویتان انتخاب کرده پسرم؟ بس است آخر مادرم. یک بار اقلان از من پرسید که با جنگاور خاندار شدن میخواهی؟ این بار نمیپرسیم دخترم. این خیلی باشد بهوده داماد نگوید چون که من با جنگاور خاندار نمیشوم. دخترم کمی خاموش ایست آخر جانم. دامادم اهمیت نده. او بعد از آن نامزدی با آن مؤذن به خود ناماده ایستاده است. دختر بیچارم معذرت میخواهم از او نرنج. من هم برای در همین مسئله گپ زدن آمدم خانم چمن. خانم چمن به خدا از تو میرنجم. آخر مادر جان میگفتی که پسرم. گوش کنید خانم چمن. لبای پسرم. من داماد شما شده نمیتوانم. چرا آخر؟ چه ها گفته ایستاده ای پسرم؟ گوش کنید خانم. من بین هجری و سنم نمیدرویم. هجری سنم رو، سنم باشد هجری رو دوست میدارد. نه من دوست نمیدارم. دوست میداری؟ دوست نمیدارم مجبورم. تمام گپ رو دراز نمیکنیم. بین هم من تو رو دوست نمیدارم. من هم برای تو نمیمورم. قادر فشارم بلند شده ایستاده است. آرام باش زنک جان. گوش کنید خانم چمن. از راستی ببخشید. چه خیلی که گفتم من دامادی شما شده نمیتوانم. من جنگاورم. دوستی نفرانی که مشکلی دارند و نفرانی که در خطر هستند. وقتی اویله دار شدن را حالا ندارم. معذرت میخواهم. ایست یک دقیقه ایست نرو. دامادم به کجا میروی؟ باید روم خانم. بعضی کارها رو باید حل کنم. ایست نرو التماس. به خدا همه این از پشت آن مؤذن شد میدانم. به تو اثبات میکنم که دختری من آن مؤذن رو نه تو را بسیار دوست میدارد. مادر من نه هجری رو دوست میدارم نه جنگاور رو. هجری رو دوست میدار مرا دوست ندار. از تو میپرسم اگر؟ تو با او اهمیت نده دامادم. ما تو رو بسیار دوست میداریم. بخشش خانم. رفتنم لازم. ای دامادم کاری کرده ات رو دیدی سنم؟ من چی کار کردم مادر؟ ای به خدا دامادم رفت. بچه رو از دست دادیم. قادر رفت. سنک جان زودا بیار قادر. باور کن فشارم بلند شد. یا خدایا این هم فایده نکرد. اینها از جنگاور دست نمیکشن هرگز. باید دل سنم رو به دست دارم. چی کار کنم نمیدونم. آخر من حافظه این رو چه خیلی برمیگردانم.
کجا شد این عدنانی جسور آخر؟ ما رو منتظر کرد به خدا. یا خدایا، چرا این دختر اینقدر با من نگاه میکند؟ عجبا، کی باشد این دختر؟ یک لحظه. دختر اسکواروتکا بد است. از این دختر انیق باید دور بمانم. این خیل دختر زیبای خیمچمیان با این بچه حافظه‌اش را از دست داده است چیکار میکند آخر؟ به این اجازت نمیدهم. میلیس به من ارزنده است، نه به این ابله. خانم میلیس، لایق شما را ندارد، ولی از تحت دل به من یک لبخند زنید من قبول میکنم. میبخشید. و شما کی هستید؟ من تکشی هستم. باری گذشته شناس شده بودیم. این اکای اون چشم تنگ است کو؟ این اینجا چیکار میکند؟ باز با این سرگردون میشوم. تشکری زیاد و قبول کرده نمیتوانم. بسیار نازک هستید. عقلم رو از سرم بردید. با این نگاه کنه. در نزدش دوست داشته‌اش را گپ داده ایستادند و او پروا ندارد. میبخشید خانم میلیس، شما با این ابله چیکار میکنید؟ من نفهمیدم. شما لایق بهترین ها هستید. جناب کمال، شنیدید دوست داشته شما رو از شرق دور خواستگار هست. چه خوب. خدا مکمل تر گرداند انشاءالله. نه من دیگر طاقت نمی کنم. از راستی من دیگر طاقت کرده نمیتوانم. آخر تو چه خیل مرد هستی؟ حافظت رفته از گفته اجازت میدهی که دوست داشته رو گپ دهند. ای خواهر، آخر من کجای تو رو دوست میدارم؟ ای برادر، تو این دختر رو گرفته به شرق دور ببر. ما رو از این شکنجه خلاص کن. با اسکواروتکا ما رو زده و چی حال آورده است؟ دختر اسکواروتکا بد است. چی گفتی تو؟ انا با تو دختر اسکواروتکا بد است. دستانتون درد رو نبیند خانم میلیس. وقتی که با اسکواروتکا به سر او زدید اونقدر نازک و زیبا بود که تو هم خاموش شو. یه دختر ما رو کو زدی؟ ولی از این آدم چی میخواهی؟ تو حالا هم گپ میزنی ها؟ تو را بگاه ساعتی چند به خانه گسیل کنم عزیزم؟ ساعتی 5 جانم. الکس رفته ایستاده است با تاریکی ها. الکس نرو با کجا؟ کدام الکس ها؟ حالا وضع هوا، باد و هوا رو به شما میگویم. روزانه حرارت در شهر 12 درجه گرم، شبانه 4 درجه. تغییرات باد و هوا در طرف غرب کشور باعث باریدن باران زیاد گردید. بله تماشابینان عزیز، آخران سخنرانی که دونالد ترامپ کرد، دنیا باید با هم اتفاقی دوستی بسته همراه شوند و سلام استاد، من تاج‌الدین. سلام، من باشد استاد شراف‌الدین. مرا گران کردید. سایرام جان، حاضر وقتی اومد است که هجری قطعی مهربان باشی، مثل رفیقش رفتار کنی. زیقای چند وقت که گذشت با دلش گرم میشه. البته شما پروا نکنید خاله جان. دختر جان، اگر هجری پویت را زیر کنه این مهم نیست، عصبی نشه. رگ خونگر تزیر نکنه شید، فهمیدی؟ من خودم میدونم. خیر مایلش برای کار دخترم. رحمت. سلام هجری جان، ممکن است بشینم؟ تشکر زیاد. از رد شدن این نامزدیت بسیار غمگین شدم. به هر حال گهواره بخشت هستم، ولی شاید اینش خوبتر است. شما با سنم آدم های گوناگون هستید، برای همین رد شد.
التماس بخیر برگم شو. من خوبی تو رو میخوام هجری جون. نمیخوام که برای او زیخ شوی. تو رو در اولین فرصت با جنگاور خیانت کرد. بسیار حال خراب داری. من تو رو در این حال تنها نمیگذارم. مثل گربه‌ای که در صحن حوله مسجد میگردد. چخیل تو رو رها کنم؟ آخر قادر میخوایی که از پشت اون مؤذن دامادم جنگاور از ما رنجیده دیگر نآید؟ زنک جان این که میشود مگر جنگاور دختر ما رو دوست میدارد. کمی ناموسش اومد نخواست که بین محبت هجری و صنم در آید. جانم مگر این خیل میشود؟ اصلا خود اون مؤذن بین دخترم و جنگاور دامادم در آمده بود. مادر بهوده هوس نخور آخر. من جنگاور رو دوست نمیدارم، با او خانه‌دار نمیشوم. آخر با نفری که پلیس از پسش از زندگی کردن غیر امکان است. ای گویا که جنگاور رو یافتی و خانه‌دار شدی صنم. اوف مادر اوف. روی میشود میشیدنی کار. البته جون میشود. ما تو هم همی خیر بودیم. چمن جان خدا را شکر. آسیه جان آسیه جان خدا را شکر. آسیه با تو چی روزهای رو که از سر نگذروندیم؟ خدا جنگاور برکت دنیا در سرش بریزه. اگر او نمیشید ما چکو میکردیم؟ خدا خاک که بگیره زر بگرده. آمین آمین آسیه. بیا که قادر بجه کمت در جانم زنی. قادر برادر آخر اگر این مسئله گوربرکش نمی بود دختریت بسیار زیبایی، ولی چکار کنیم؟ اگه خلاص شدیم. پسر شما هم بچه خوب بود ولی ما هم از پسر شما خلاص شدیم. بخیر میشه. بخیر میشه. شما دخترتانه جنگاور دمیتین، ما باشه بچمونه سیرم دمیتیم. ببین که هر دی اویلا خوشبختن. با خود راست میگویی آسیه جانم. صدقه تو چمنه. یک دقیقه گوش کنید. اینجا چی گپ است؟ من هیچ چیز رو نفهمیدم. شما برای هجری سیرم دیوانه رو خوزگاری کردید؟ دخترم دختری قد بلند خشروم. ببین هجری گوهر بخشت خطی خیلی وقتش خشه. چی؟ آخر من کلمی شما بودم کو؟ هجری؟ این دختر تبین؟ من کمتر دختری دیوانه هستم. برای تو زیخ میشوم. هجری؟ میدونستم که با من خیانت میکنی. دوست داشته تو از وقتش همین شیطان بودم. خیلی نه؟ صنم تو چرا چونین میکنی؟ میدونی که هجری رو چقدر زیق کرده ای؟ مگر برای یک جنگاور اینقدر او رو میرنجونی؟ بسیار حیران شدم. این با تو هیچ نمیزیبد. تو خاموش شو شیطان، در جایت بشین. با این گفتار دلم رو میشکنی. چرا با من چنین کردی هجری؟ چه خیلی؟ من با تو چیکار کردم صنم؟ با این شیطان اینجا چیکار میکنه ده؟ مثل دو آدمی با مدنیت نشسته ایم. میدونستم که یک روز مرا ترک کردن نزد این شیطان میروی. میدونستم. بس کن صنم. از پشت کارهای بیمانی نامزدی من رو برهم دادی، باز آمده اینجا مرا تهمت میکنی. این کارها با تو هیچ نمیزیبد. میبینی چقدر هجری رو رنجانده ای؟ دیدی چه خیل غمگین شد؟ مگر میارزد که از پشت جنگاور با او این خیل رفتار کنی؟ زیق شود زیق شدن گیرد. با من چی پروایش را ندارم. به این همان جنگاور دارم، با او خانه دار میشوم. چی؟ من با تو گفته بودم این دختر با تو خیانت میکند. نسبت من چه خیلی کارو میکنی صنم؟ اینها رو پیش از با این شیطان مرا ایواز کردن فکر میکردی هجری. اکنون بسیار دیر شده است. تو چی سفزتا میگویی صنم؟ آی تو شرم نمیداری؟ چه خیلی که گفتم
ман бо ҷанговар хонадор мешавам, ту бо ин шайтон хонадор мешавӣ. акнун арӯси ҷанговар намешавам гуфта будӣ. чаро фикратро иваз кардӣ? ҷанговар мисли ту нест, фаҳмидӣ? ӯ маро дӯст медорад. мисли ту булҳавас нест. ман ба ӯ хонадор мешавам. шумо якҷоя хонадор шавед. акнун ба шумо хушбахтӣ мехоҳам. охир ин духтар ақлашро хӯрдааст. хайр, акнун ту ба гирду атрофат каме назар кун. шояд бахтат наздик аст.